الرحمن الرحیم. خب رسیدیم به سیمای دیگر از سیمای صحابیات رسول خدا صلی الله علیه و سلم. نور تابناکی دیگر، نورهای آسمانی، آسمان هدایت، از برگزیدگان مدرسه نبوت، از فارغ التحصیلان مکتب اسلام نسل اولیه. بله، ایشون کسی نیست جز سلما بنت امیس. سلما بنت امیس، کسی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم ایشون و خواهراشون میگه خواهران مؤمن. خواهران مؤمن. حالا داستان رو با هم بخونیم، خیلی جالب هست. خب نگاه کنید، ایشون سلما بنت امیس زنیه که گفتم این زنها همه دارای برجستگی ها و ویژگی های عقلی و خرد و روحی و روانی بودن. شاید برای ما خیلی عجیب بیاد که مثلا این زنان دارای چنین قدرت ها بودن، چنین توانایی هایی بودن از نظر احساس، دقت احساسات، از نظر بعد خیال و روح و معنویت، عاطفه‌ای که در درون اینها وجود داشت که اینها رو حتی از مردها در ایمان و قدرت میتونه بالاتر ببره. کمتر شاید گوشی شنیده باشه این اخبار رو، خبرها رو، این یادها رو، و این همون نکته‌ایه که ما باید بهش توجه بکنیم، در حالی که تاریخ بشریت وقتی با اینها مواجه میشه میتونه اینها رو به عنوان قدیسه های تاریخ خودش نقل بکنه و ما میتونیم راحت این قدرت رو و این توان رو در اینها ببینیم. و تمام این مواردی رو که در عصر پیامبر ما میبینیم، هر کدوم به راستی که بر اساس تعابیری که دارن قدیس یا قدیسه ها هستن، همه از مردان و زنان قدیسیان و قدیسات هستن. چرا که نه به اون تعبیر و معنایی که اینها معصوم از خطا و اشتباه، نه، به عنوانی که در یک حالات انسانی، در یک پوشش انسانی، در تمام ظرفیت های انسانی ایمان رو گرفتن و ایمان رو پذیرفتن. خوب دقت داشته باشید، این سلما بنت امیس هم جزو کسانی که ایمان در درون قلبش جا گرفته و ایمان آورده به همراه خواهرانش و این زبان زد تاریخ هست. حالا ببینید داستان شاید برای شما کمی ببینید چی جوری هست. ما میخوام به این ارتباط داشته باشیم تا این ارتباط براتون باز بشه، تا ببینید چه اتفاقی افتاده. اینها کسانی هستند که چشم و گوش و حالات خودشون رو همه رو به گونه‌ای تسلیم برنامه الهی کردن که مبادا کاری بشه خداوند عزوجل به خشم بیاد از اونها. فقط لحظاتی نورانی رو از این ایمان اینها داشته باشین که این خواهران مؤمن چه کسانی هستند. وقتی گفته میشه خواهران مؤمن، میتونید به کتاب الاستیاب و درة الصحابه مراجعه بکنید. به ترتیب خواهرانش میشمریم. میمونه کی از ام المؤمنین میمونه هست. ام المؤمنین یعنی همسر رسول خدا صلی الله علیه و سلم هست. خواهر دیگه‌اش که ام الفضل بنت حارث هست. ام الفضل بنت حارث. خب این کیه؟ این همسر عباس ابن عبدالمطلبه. یکی از خواهرانش همسر پیامبره. یکی از خواهرانش که همسر عباس هست، عموی پیامبر هست. اسما، خواهر دیگه‌اش اسما هست. اسما بنت امیس. اسما بنت امیس کیه؟ همسر جعفر ابن ابی طالب، پسر عموی پیامبر، همون جعفر طیار هست. خب سلما بنت امیس هم که ما میخوایم امروز زندگیش بکنیم، خواهر یکی از همین سه نفری که نقل کردیم. ام المؤمنین میمونه همسر پیامبر، خواهر ام فضل همسر عباس هست، خواهر اسما بنت امیس همسر جعفر ابن طیار. خب داشته باش شوهر خواهرانشو داشته باش، خواهران ایمانیشو داشته باش. حالا این سلما بنت امیس هم داشته باشید. سلما بنت امیس هم جزو اولین کسانی که با خواهرانش اسلام رو پذیرفتن و این سبقت در اسلام و این فضیلت و شرافت سبقت در اسلام نصیب اونها شده. خب این چیزی نیست که به راحتی به شما نادیده بگیریم. و رابطه سلما با رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب یک رابطه هم ایمانی هم خانوادگی هست، چرا که ایشون همسر عموی پیامبر. حالا اینجوری حساب من میخوام مثلا باز کنیم تا ببینید چه جوریه. زوج عمه، مثلا میگه زوج عموی پیامبر هست و اخیه من الرضاعه، و برادرش الرضاعه شیرخواری با کی؟ با حمزه ابن عبدالمطلب. حالا مثلا من گرفتید ایشون همسر سیدنا حمزه هست.
سید الشهدا سیدنا حمزه. حمزه میدونید که هم عموی پیامبره، هم برادر رضایی پیامبر میشه. پس سلما بنت امیس همسر سید الشهدا حمزه هستش. دیگه چی بخوام بگم در این مورد؟ جالب اینجاست که سلما از حمزه سید الشهدا دختری به دنیا میاره به نام عماره بنت حمزه. این ارتباطات رو گفتم داشته باشید تا ببینید که چقدر این ارتباطات محکم و قوی هست. خب سلما هم در همون ابتدا جز اولین کسانی است که سابقین اولینی که در مکه مسلمان میشه و همه اذیت و آزاری که مسلمانان اصل مکه تحمل میکنن طبیعتا ایشون هم تحمل میکنه و ایشون هم هجرت میکنه با اسما، خوب دقت بکنید، و همسرش جعفر ابن ابی طالب به حبشه با گروه نسل اولیه‌ای که هجرت کردن به حبشه. اما بالاخره شرایط این گونه شد، به اینا خبر رسید که بالاخره حادثه اتفاق افتاده و فلان اینها. بعد حمزه مسلمان شده، بعد نقل میشه. حالا نگاه کنید اسلام حمزه مثل اسلام عمر جزو مواردیه که در اسلام خیلی تغییر ایجاد کرده. میگه وقتی که حمزه مسلمان شد قریش فهمید که رسول خدا صلی الله علیه و آله عزت قدرتش بالا رفته و حمزه دیگه اجازه نمیده کسی بخواد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله حسیبی بزنه. و حمزه هم قسم میخورد که به قوم خودش که اگر شما چپ نگاه کنید در اشعاری که نقل شده به رسول خدا صلی الله علیه و آله، حساب شما با من با شمشیر من هست و من رها نخواهم کرد. در هر صورت سلما بنت امیس هم جزو اولین کسانی است که به مدینه هجرت میکنه و سلما و حمزه به سمت خدا و رسول به عبارتی به سوی مدینه النبی هجرت میکنن تا اینکه بالاخره جنگ بدر میشه. در جنگ بدر حمزه خب قهرمانی های خودش رو به نمایش میذاره و ایمان خودش و شجاعت خودش رو. اما در غزوه احد ایشون در حالی که روزه بوده بالاخره با دو دست، یعنی با دو شمشیر از رسول خدا صلی الله علیه و آله با دو دست خودش دفاع میکرد تا اینکه ایشون در غزوه احد به شهادت رسید. و ایشون میگفت در حالی که دفاع میکرد در اون جنگ میگفت انا اسدالله، من شیر خدا هستم. اما بالاخره با حیله و با نیرنگی که بالاخره پدید آورده بودن ایشون رو با نیزه زدند و به شهادت رسید. خب ایشون هم در احد دفن شد. حمزه سید الشهدا در احد دفن شد و خب رسول خدا صلی الله علیه و آله به خاطر شهادت حمزه خیلی اندوهگین شده بود. این موردی که تاریخ هم اینو نقل میکنه، صحابه هم اندوهگین شده بودن. خب طبیعیه که همسر ایشون سلما بنت امیس هم اندوهگین شده باشه به خاطر از دست دادن همسرش. اما خب طبق اون دستور الهی و برنامه ایمانی که انسان داره و میدونه که در برابر مصیبت ها چگونه باید تحمل بکنه، سلما بنت امیس هم سعی کرد صبری زیبا داشته باشه و اون رو هر چه هست به خدا واگذار کنه و اون خیر از خدا بخواد. بعد از حمزه سید الشهدا سلما بنت امیس با کی ازدواج کرد؟ با صحابی بزرگوار شداد ابن لیسی ازدواج کرد. از اون عبدالله رو به دنیا آورد که عبدالله ابن شداد هست که فرزند ایشون در واقع فرزندی فقیه هست، محدث هست، فاضل هست. و ایشون خب کی هست؟ برادر دختر حمزه که برادر عماره هست که دختر حمزه سید الشهدا هست. و از اون طرف خب ایشون کیه؟ پسرخاله عباس میشه. خیلی به میگه ابن خالت ولد العباس، پسرخاله فرزندان عباس، عبدالله ابن عباس، فضل ابن عباس. یعنی عبدالله ابن شداد پسرخاله عبدالله ابن عباس اینها هست، برادر دختر حمزه سید الشهدا هست. خوب نکته رو داشته باشید، پسرخاله خالد ابن ولید هست. همینجوری پسرخاله محمد ابن ابوبکر هست، پسرخاله فرزندان جعفر ابن طیار هست. من فقط خواستم این ارتباطات نشون بدم ببینید اینها چگونه مشبک به هم مرتبط بودن. زمانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای قضای عمره رفته بود در سال 7 هجرت، خوب داشته باشید نکته خیلی جالبیه، این رو خوبه بدونید. وقتی که ایشون از مکه خارج شد، عماره بنت حمزه هم با ایشون راه افتاد، گفت من میام. صدا زد که عمو من هم میخوام بیام. حضرت علی خب ایشون رو برداشت و بالاخره به فاطمه رضی الله عنها گفت که ایشون رو تو پیش خودت جا بده. حضرت فاطمه ایشون رو روی اون محمل خودش جا داد. در این موقع زید ابن حارثه اومد، جعفر ابن ابی طالب اومد و بین اینها بگو مگوی شد. هر کی گفت آقا این عماره رو بعد به من بدید.
ما میگیریمش با خودمون میاریم مثلا سرپرستی میکنیم حفاظتش میکنیم و فلان. این بگو مگوها که بین اینها شد، علی گفت نه من برداشتمش بالاخره آوردم دادم به فاطمه، این دختر عموی من هست و اینها. رسول خدا صلی الله علیه و سلم خب نگاه میکرد. جعفر گفت نه این دختر عموی من هست و خالش همسر من هستش، اسما بنت امیس. و زید گفت این دختر برادر من هست، چرا که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم بین زید و بین حمزه سید الشهدا پیمان برادری بسته بود. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت حالا من بین شما قضاوت میکنم. قضاوت بر اینه که الخالة به منزلت الام، خاله جایگاه مادر رو داره. حالا که اینجوریه، این به کی بدید؟ به اسما بنت امیس، همسر جعفر ابن طیار، تا اون بتونه چیکار بکنه؟ این رو نگه داره. در هر صورت عماره وقتی که به مدینه اومد دنبال قبر حمزه سید الشهدا میگشت که پدرش باشه. حالا مواردی رو در این مورد نقل کردن و ایشون خب پیش خاله خودش اسما بنت امیس بود که همسر جعفر ابن طیار باشه. بعد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در یکی نفر به ایشون گفت که یا رسول الله شما بیایید که خب این عماره رو به همسری خودت در بیاری. بابا نمیشه، من این ابنت و اخی، این جدا از این که حمزه خب عموی منه، برادر شیرخورده من هست، این دختر برادر شیرخورده من هست. این که رسول خدا صلی الله علیه و سلم اومد چیکار کرد در مورد این مسئله؟ سلمه ابن ابی سلمه رو پیشنهاد داد برای ازدواج و خب اینها ازدواج کردن. سلمه کیه در واقع؟ سلمه ام سلمه مادرش هست. ام سلمه ام المؤمنین ام سلمه هست. یعنی پیامبر اومد به پسر ام سلمه این عماره رو داد. وقتی داد گفت خب راضی هستی آیا از این ازدواج و فلان اینها، به خاطر این ارتباط و فامیلی که بود. و خب رسول خدا صلی الله علیه و سلم ببینید نگاه و توجه خودش نسبت به عماره داره، نسبت به سلمه داره که خب ایشون بالاخره فرزند ام سلمه هست و این توجهاتی که وجود داره. اما در مورد زندگی سلما بنت امیس در تاریخ موارد بیشتری رو نقل نشده که ما بتونیم پیدا بکنیم، اما فقط همین نکته هست: خواهران مؤمنی که در عصر تاریخ همیشه این بالاخره نگاه و توجه وجود داشته و وجود خواهد داشت و اینکه اینها از یاران و شاگردان رسول خدا صلی الله علیه و سلم بودن. من این نکته رو یادآوری کنم، همین که من این نسبت ها رو دارم براتون نقل میکنم شما متوجه بشید که این شخصیت ها شخصیت های عادی نیستن، شخصیت های برگزیده این که خداوند اینها رو برگزیده و توجه پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم رو نسبت به اینها، نسبت به فرزندانشون و حالات اینها رو که نگاه میکنید میفهمید که بیخود نیست که اینها این نسل اولیه اسلام نسل حقیقیه که مسلمانان باید اسلام رو این گونه بفهمن. یعنی اگر نسل اولیه اسلام حقیقت اسلام رو نفهمیده باشن، چگونه امکان داره که ما بدون فهم اونها اسلام رو فهمیده باشیم؟ ما باید حقیقت اسلام اینه که اونگونه که اونها اسلام رو فهمیدن، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دریافتن و به ما منتقل کردن، ما باید به اون فهم و نگاه کنیم. احکام ثابته. اینها قضایای فیزیک و شیمی و ریاضی نیست و معادلات یه مجهول دو مجهولی که هر کسی بخواد برای خودش معادله حل کنه بگه اونها معادله رو حل نکردن ما میخوایم حل کنیم. نه، حقیقت دین هست، دینی که اونها فهمیدن، به بهترین روش و بهترین صورت عمل کردن، ملتزم بودن و از این دنیا رفتن در حالی که خدا از اینها راضی بود. اگر ما بخوایم چیزی جدیدتری از دین بفهمیم خیلی وحشتناکه که جزء حقایق دین، حالا نه مباحث علمی اینا وجود نداره، اون حالا من ان شاءالله در فرصت مناسب این رو توضیح خواهم داد. در فرصت دیگه، داستان دیگه. شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خداوند یار و نگهدار همتون باشه.